سال 2015 ماه اکتبر زمانی که حصار 3000 سالگی خود را با شکوه و شهامت جشن گرفت و از آن بابت عنوان ناحیه را به دست شهر سپارید که دیگر همه شهر حصار میگفتندش. آن زمان بهانه خرسندی بخش دیگر هم بود که نزدیک به مرکز شهر چایخانه ملی در شکل خربوزه ساخته به استفاده داده شد و همین نام را به خود گرفت، چایخانه ملی خربوزه. آن زمان گمان و اندیشه و پیشگویی های بود که این مکان یک از نقطه های سیاحی و مکان فرهنگی و فراغتی شهر میگردد و وعده های هم برای راه اندازی این کار سازندگانش داده بودند. اما الکی 9 سال گذشت و آن وعده ها در آسمان هفتم مانده و هیچ نکی به زمین آید و به این ساختمان خیلی غیر عادی که حالا به یک خرابازار مانند می شود عمری دوباره دهد. برای ساختن این چایخانه 650 نفر رسا یک سال زحمت کشیدند و برای بنیاد آن 35 میلیون سومانی مصرف شد. بلندیش 35 متر، پهنایش 55، درازیش 100 و مساحت عمومی آن 4 گکتار را در بر گرفته شده 2400 نفر را خدمت رسانی کرده می توانست. مساحت اطراف آن 22 گکتار باغ فرهنگی و فراغتی باید تأسیس می شد و 100 نفر صاحب جای کار، ولی در 9 سال تنها همین قالب بینا مانده و خلاص. حالا این چایخانه را با مبلغ 39 میلیون سومانی به فروش گذاشتند. حال بینا خراب است. این نوارها دلیل گفته هایم. قلعه حصار حالا تقریبا یگانه نقطه نه تنها گذراندن مراسم توی عروسی های مردم، بلکه مکان فرهنگی و فراغتی و جلب کننده سیاحان داخل و خارج کشور است. هرچند این مکان به طور باید در سمت سیاحی رشد نکرده است، ولی مسئولین کنونی آن تلاش‌های دارند و این نوارها تصدیق کننده های حرفایم است. حصار را نباید مردم همچون نقطه یک لخت فروشی محصولات ساختمانی شناسند. شهر حصار را همچون شهرهای قدیمی کشور و منطقه سیاحی باید دانند. شهر را با تاریخ 3000 ساله نباید برای بازار محصولات ساختمانی شناسند. طور مدیر بخش سیاحی شهر حصار میگوید در شهر یک مهمانخانه زمانوی و زیاد از 10 طربخانه برای سیاحان داخل و خارج کشور خدمت رسانی میکنند. از مهمانخانه استان‌آباد دیدن کردم. در برابر طرح زیبا، فضای برهوا و راحت دارد، اما چند مشکل‌های خرد نیز هستند که امیدواریم در نزدیکترین فرصت برطرف خواهند شد. به نقطه دیگر فراغت این شهر که حالا صاحبکاران محلی ساختند با نام شرشره حصار، حالا نقطه فراغتی نه تنها مردم کشور بلکه سیاحان خارجی هم گشته است. این مکان نمونه باغ گرمخانوی همیشه سبز است که در 4 فصل سال سرسبز و خرم نگاه داشته می شود و به مردم اینجا می آمده خدمت رسانی می کند. در نزدیکی شرشره حصار کلی حصار نیز چند سال اخیر است که کار و فعالیت می کند و حالا برای باز هم فضای خوب و خوش و سطح بلند خدمت رسانی چند بناهای آن را با طرح زمانوی و ملی بازسازی دارند که در نزدیکترین فرصت هر نفری که به این موضع می آید خود از کل ماهی داشته موافق طب و ذوقش پخته تناول می نماید. برای یک شهری که تاریخش زیاد از 3000 سال است با 2 یا 3 نقطه سیاحی نمیتوان رشد یافته گفت. در این 9 سالی که عنوان شهر را دارد و تا این جانب چند راهبر را عوض کرد، احساس می شود که هیچ نفر آنها تقریبا به این سمت سردرآمد که در جهان به طور کیهانی رشد میکند اهمیت خاصی نمیدهند. شاید مسئولین از این بابت دقت خود را به این سمت روانه میکنند و در نزدیکترین فرصت جای و مکانهای در این شهر پیدا میشوند که سیاحان داخل و خارج برای سیاحت و استراحت و فراغت انتخاب کلان داشته باشند. با امید چنین روزهای خوب و خوش یک دیر شویم و ملک آباد کنیم. شعار در درآمدگاه شهر حصار.